منتقل کنه و یادش نباشه به کی منتقل کرده. از اواخر سال 89 به میزان 322 میلیون و 57 میلیارد هست و فقط چک برگشت می‌کنه. دوستان خوبی در لایه‌های مختلف کشور دارد. من کار زمانه‌اش انجام دادم. همش بررسی شده و جعلی بودنشون تو پرونده مشخص شده. بانک مرکزی شکایت داشته؟ نه. من با آقای بابک زنجانی دوست بودم. نفوذ بکنن در یک شخصیتی از کی استفاده می‌کردن؟ می‌رفتن سراغ آقای باقری. دستمزد ناقابل این شبکه در قبال فراری دادن درمنی 10 میلیارد تومان بوده است. افساد فی‌الارض. ما در اجرای این قانون هیچ تردید نخواهیم کرد. باید ادامهشون کرد. مطابق اسلام اونی که گفته عمل کنن، طولش ندن اینقدر. باید اعدامشون کنن در توی رادیو تلویزیون هم نشون بدن تا دیگران درس عبرت بگیرن. مطالبات مردم درباره برخورد جدی و عبرت‌آموز با مفسدان اقتصادی تاکنون آنگونه که باید و شاید پاسخ لازم را دریافت نکرده است. ریشه‌یابی سیاسی، ساختاری اقتصادی و اجتماعی این مشکل مجال دیگری می‌طلبد، اما روشن است که گام نهادن در این راه پرپیچ و خم و تحمل فشارهای آشکار و پنهان عزمی جدی می‌طلبد. سوال مهم افکار عمومی این است: دستگاه قضا آیا این عزم جدی را دارد؟ ده‌ها دادگاه، صدها ساعت بررسی پرونده‌های پیچیده و گاه مرموز سرانجام به صدور حکم اعدام برای 3 تن از 10 متهمی منجر می‌شود که در دور جدید اقدامات دستگاه قضا به محکمه عدالت کشیده شدند. 35 نفر محکوم شدند که از این 35 نفر 3 نفرشون به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند که البته این 3 حکمشون غیر قطعی است و باید بره دیوان عالی کشور اگر اعتراض بکنن و لکن در دادگاه بعدی این 3 نفر محکوم به اعدام شدند. درخواست تجدید نظر محکوم شدگان قابل پیش بینی است. دیوان عالی حکم مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی را تایید می‌کند، اما پرونده حمید باقری درمنی پیچیده‌تر است. پرونده درمنی در مجموع 25,000 صفحه است. فقط خواندن این اوراق ماه‌ها وقت می‌برد. آمار و ارقام و عملکردها ظاهری ساده دارند و کمتر رد خطا و فساد آشکار در آن دیده می‌شود، اما تأمل و دقت فراوان نشان می‌دهد تارهایی پنهان قطعات پازل پیچیده پرونده متهم را به هم ربط داده است. متهمی که باید به او لقب سلطان شرکت‌سازی سوری داد، اگرچه به سلطان غیر مشهور شده باشد. اینی که ما بگیم این سلطان غیر یا این عناوین رو در موردش به کار بیاریم، به نظر من یعنی کوچیک نشان دادن این فرد. این حوزه اقداماتش خیلی فراتر از اینها بود. این جانب حمید باقری درمنی هست. متهم 49 ساله پرونده به خوبی خلل و فرج قانون را بلد است. دوستان خوبی در لایه‌های مختلف کشور دارد که برای تبرئه‌اش فشارهای فراوانی می‌آورند. دستگاه قضا با این فشارها اما حساس‌تر می‌شود. کسانی که این اقدامات را انجام میدند بدونن که مجازات بسیار سختی به دنبال اونها هستش. به همه دادستانها گفته شده که با کمک نیروی انتظامی همه افرادی که از این طریق اخلال ایجاد میکنند به هیچ وجه اغماض نکنند در دستگیری اینها، در مجازات اینها و هر چه سریعتر اونها را تعقیب بکنند و به مجازات برسونند. دور نهایی محاکمه درمنی از روزهای نخست شهریور امسال کلید میخورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد از شرکت پالایش نفت جنگ با وصف به میزان 322 میلیون و 343 هزار و 336 مشارکت در شروع به کلاهبرداری با ایجاد از شرکت سهامی بیمه ایران با وصف از بانک ملی ایران با وصف سردستگی و سرگروهی به مبلغ 41 میلیارد و 500 میلیون تومان. بررسی پرونده 9 جلسه طولانی ادامه می‌یابد. 33 همدست درمنی هم به محاکمه کشیده شدند. برخی از این متهمان البته با توصیه‌های به موقع درمنی که شامه تیزی دارد از کشور فرار کردند. شامه تیزی که حتی از زندان هم می‌تواند بو بکشد و به دوستان خاص توصیه‌های خاص کند.
محمد رضا نصیری، جوانمیر محمدی، محمود جزایری، علیرضا مسلمی و مجید باقری درمنی از جمله کسانی هستند که توسط حمید باقری درمنی فراری داده می‌شوند. شما بدهی مالیاتی داری؟ من بدهی مالیاتی خودم شخصا دارم. من ممنون معامله شدم از سال 87. ممنون معامله که سند نمیتونم به نام خودم بزنم. هیچ کدوم از سندام به نام من نبودی که به نام بزنم. مالیاتی داری یا نداری؟ من خودم شخصا نه. الان سازمان مالیاتی 70 میلیارد تومان بدهی اعلام کرده. باقری درمنی در دادگاه اعلام می‌کند مستقلاتی به نام خود ندارد. چیزی ندارم الان. اما تیم بازپرسی و دادستانی در تحقیقات پیچیده متوجه می‌شوند ده‌ها آپارتمان، ملک و زمین‌های ذی‌قیمت که جزو اموال درمنی هستند در اقصی نقاط کشور از طرف او به نام همدستانش شده است. من در عجبم که شما یادتون نمیاد اموال رو به کی منتقل کردید. مگه میشه شخصی اموال و املاک غیر منقولی که داره رو منتقل کنه و یادش نباشه به کی منتقل کرده؟ علاوه بر نماینده دادستان چندین و چند وکیل در جلسات دادگاه حضور دارند. وکلای شاکیان پرونده از جمله وکالت از شرکت نفت جی شکایت موکل را معروض می‌دارم. وکیل محترم بانک گردشگری، شکایت بانک در 2 محور در واقع مطرح شده. جریان مسائل شرکت نفت جی از اواخر سال 89 شروع شده. و البته وکلای مدافع درمنی که در کار خود کاملا وارد هستند. میتوان گفت متهم به نوعی در دادگاه و در خارج از دادگاه، یعنی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی لشکرکشی کرده است، اما در همان جلسه اول اتهام افساد فی الارض درمنی را جداً به فکر فرو میبرد. رکن رکین بزه افساد فی الارض. حالا نوبت نمایندگان شاکیان است که از کلاهبرداری‌های کلان، شبکه‌سازی‌های سوری و فسادهای متهم بگویند. پالایشگاهی که 42 میلیارد پیش 2 ماه پیش خریدیم چطور بیاریم برای 100 میلیارد تومان در رهن بگذاریم؟ برنامه ریزی می شود و کارشناسانی مراجعه می کنن اون زمان به محل پالایشگاه. متاسفانه بدون بررسی دقیق میزان ارزش پالایشگاه رو 123 میلیارد تومان، یعنی 3 برابر قیمتی که آقایون خریدن، حالا بر فرض خریدن و بر فرض نقدم خریده باشن، با 2 ماه اختلاف قیمت گذاری میکنن. سرمایه بانک رفته 24 میلیارد تومانه و 7.5 میلیارد تومان، نزدیک 8 میلیارد تومان، 32 میلیارد تومان سرمایه بانک بزرگ بود، 250 میلیارد تومان. یعنی اون 1/8 سرمایه بانک به این شکل با صدور یه ضمانتنامه از بین رفت. 57 میلیارد فکر می‌کنم کل مبلغ ضمانتنامه بوده که مراجعه شده به بانک ملی جهت وصول ضمانتنامه. اعلام مشخص شده که ظاهراً بعضی از مدارکش جعلی هست. اصل ضمانتنامه اصیل هست، تمدیدیه‌های ضمانتنامه جعلی. 3 بقره چک صادر شده، همونطور که وکیل محترم شرکت نفت جی فرمودن. هر 3 بقره چک برگشت می‌خوره به دلیل عدم کفایت موجودی. درمنی البته همچنان سعی دارد اعتماد به نفس خود را از دست ندهد. طبق قانون و ماده 146 و 147 اجرای قانون مدنی که واقعا جای سوال میمونه که شرکت نفت‌جی به غیر از وصول مطالبه‌اش دنبال چه هدفی می‌گرده. وکلای متهم نیز سعی کامل دارند ماجرا را در سطحی پایین‌تر از افساد فی الارض ببندند، چرا که معتقدند حتی درباره حبس‌های طویل المدت هم شاید بشود بعدها کاری کرد. تو کیفرخواستی که صادر کردید برای افساد فی الارض چه دلیلی ارائه کردید شما؟ ضعف عملکرد شرکت نفت جی، حالا به هر دلیلی، اختلافات سیاسی بوده یا اختلافات مالی بوده یا اختلاف شخصیتی بوده با خودشون داشتن، نمیدونم، این باعث شده که موکل بنده و سایر کسایی که بابت این قراردادها الان محل بحثه دچار مشکل بشن. همش بررسی شده و جعلی بودنشون تو پرونده مشخص شده. ماده 4 قانون تشدید مبارزه با مرتکبین کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری چی میگه؟ میگه که افرادی که شبکه کلاهبرداری ایجاد بکنن و سرکردگیش رو به عهده داشته باشن، این افراد میتواند مصداق چی باشن؟ مفسد فی الارض. میتونه مصداق افساد فی الارض باشه. مبنای قانونیش از اونجا شروع میشه. خب افساد فی الارض در مورد کی ما به کار میبریم؟ همین گستردگی کار، همین حجم اموال، همین شکل کار. شما نگاه کنید، وارد یک مجموعه میشه،
فریب میده، تطمیع میکنه، پول خرج میکنه، هزینه میکنه، قبضه میکنه اونجا. درمنی بر اساس مستندات هزاران صفحه‌ای پرونده استاد شرکت سازی‌های سوری است. او برای هر اقدام و نقشه خود چندین شرکت سوری ثبت می‌کند تا هیچ رد پایی از او به جا نماند. یه شخصی اومده بدهی که پرداخت کرده جای تشکر بشه متهم پرونده و بیاد الان پاسخگوش. درمنی جدا از شبکه سازی از طریق ایجاد شرکت‌های سوری دوستان فراوانی دارد که در طول 15 سال اخیر خریده شدند برای روز مبادا. قسمت‌های مختلف پایین بیایی هر کدومشون یه سرپرست، یک مدیر دارن، ولی بالای همه اینها و فراتر از همه اینها یک فردی به اسم حمید باقری درمنی داره چیکار میکنه؟ مدیریت میکنه. و کار این گروه از زمانی که شکل گرفته و ایجاد شده برای ارتکاب جرم میده. این سند شما وقتی نگاه کنید می‌بینید مهر برجسته داره، مهر اون سردفتر داره، منگوله دار هم هست. میره سند رو میذاره در رهن مثلا بانک ملی گذاشته، اونجا چه اتفاقی میفته؟ ضمانتنامه میگیره. ضمانتنامه رو میبره مثلا در فلان شرکت سرمایه گذاری یا در فلان ارکان خدمت تعاونی تسهیلات دریافت میکنه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ این سندها رو دوباره او قسمت نقل و انتقال رو در می آوردن، یه برگه سفیدی که انگار هیچ نقل و انتقالی اتفاق نیفتاده، هیچ رهنی نبوده، چیز میکردن، دوباره میرفتن در یه جای دیگه از سندها استفاده میکردن، تسهیلات میگرفتن یا عرض کنم خدمتتون که ضمانتنامه. ما تو همین گروه اصلا اومدن یک شعبه بانک رو در اختیار گرفتن، یه شعبه بانک ملی که شعبه بهار هست در تهرانه. اینا اومدن با اعمال نفوذ، با ایجاد ارتباط، رئیس شعبه رو با خودشون همراه کردن، همداستان کردن، آلوده کردن و بعد هم کارها رو با استادی تمام و با اون شگردهایی که خودشون داشتن پیش بردن. آقای نصیری یه درخواستی برده که آقای دکتر خالی دستور داده برده آقای فتحی بیرامندی رئیس دارمان انجام نداد. خدا ساعت 11 بردش انجام داد، صبح ساعت 8 آوازش کرده. آنچه پرونده متهم را ابعاد گسترده‌تر و مهمتری می‌بخشد دوستی نزدیک درمنی با برخی چهره‌های شناخته شده فساد اقتصادی است، از خاوری گرفته تا بابک زنجانی و حتی شهرام جزایری. من با آقای بابک زنجانی دوست بودم. جوالمیر محمدی درست در زمانی که خاوری رئیس بود، رئیس شعبه بهار بانک ملی می شود و ضمانتنامه‌های نجومی برای درمنی می گرفته است. البته شما نیز می دانید که در کلام صاحبان ثروت‌های بادآورده کلمه تومان به معنای میلیارد تومان است. من کار زمانه‌اش انجام دادم. تو تا سیتما زمانه‌ام براشون صادر کردم. باقری درمنی شگردی منحصر به فرد داشت. او هم دستانش را فراری میداد تا نکند دستگیر شوند و او را لو دهند. آقای باقری گفت برو خارج از کشور. گفت نصیری رفته، بخالو من نصیری خبر ندارم، گوشیش خاموشه، نیست. رسید تو برو. من گفت آقا من پولی ندارم، کجا برم، چه بکنم؟ تو برو. من دیدم چه بچیه این گونی در بسته باید بشه، من کمکت میکنم. قاضی صلواتی با پرونده‌ای پیچیده روبروست، اما تجربیات اون نیز کم نیست. در اوج جلسات دادگاه یک خبر که البته محرمانه است اما بعدها فاش می شود صلواتی را به ابعاد پنهان عملکرد درمنی حساس‌تر می کند. خبر این است یک شبکه پیچیده تلاش کرده متهم را به بهانه احضار به یک نهاد از زندان خارج کند و او را فراری دهد. دستمزد ناقابل این شبکه در قبال فراری دادن درمنی 10 میلیارد تومان بوده است. این نقشه مرموز البته با هوشیاری ماموران قضا ناکام میماند. یه نفر به شما آقای قاضی مراجعه کرده که من یه سند 1 میلیارد تومانی برای آقای باقری میخوام بذارم. نکته قابل تأمل دیگر وثیقه هایی است که توسط برخی چهره‌های به اصطلاح سیاسی و فعال حقوق بشر برای درمنی آورده می شود. این سطح از روابط با شخصیت‌های سیاسی تعجب برانگیز نیست؟ رسیدگی به پرونده در روزهای پایانی است. متهم روش دفاعی خود را بر انکار همه چیز و تکرار بیگناهی خود بسته است. اتهام زدن به این جانب به عنوان مشارکت در تشکیل شبکه کلاهبرداری و سردستگی و سرگروهی و غیره در خصوص خرید 6 شرکت هیچ صحیح نمیباشد و وکلایی که کارشان را برای قبولاندن بیگناهی او خوب بلدند. بانک مرکزی شکایت داشته؟ نه.
کسی اتفاق خاصی افتاده که افساد فی‌الارض رو میخواد تفهیم بکنه؟ موکل اینجا چه اقدام متقلبانه صورت داده؟ مالی که در ید اوناست از موکل خیلی بیشتر از اون مالیه که اینا دادن. و البته نماینده دادستانی که به کم و کیف اقدامات مجرمانه درمنی و دوستانش واقف است. با مداقه در موارد فوق مشخص می شود رکن رکین بزه افساد فی‌الارض یکی از این دو ضابطه است. الف، ضابطه ذهنی، قصد ایجاد اخلال وسیع و گسترده. ب، ضابطه عینی، انجام عملی که نوعاً منجر به ایجاد اخلال وسیع و گسترده گردد. چند جلسه غیرعلنی روند قضایی را تکمیل می کند. بازپرس بعدها نکاتی را می گوید که تأمل برانگیز است. شما وقتی که بابک زنجانی که اونجا عرض کنم خدمتتون که دستگیر میشه، یکی از افرادی که پیگیر کارش میشه همین آقای باقری درمنیه. ما ازش سوال کردم، گفتم آقای باقری درمنی چجوریه شما از این زمانی که من میشناسم اسامی مفسدین اقتصادی که اصلا تابلودار بودن و شناخته شده بودن، شما با همشون رفیقید، از شهرام جزایری بگیر تا برسه به باقری درمنی. گفت مگه آقا من جرم آشنا بودن و اصلا خدمتتون که رفاقت با اینا؟ گفتم نه جرم نیست، ولی وقتی که میبینیم شما با این افرادی بودید که همه اینا محاکمه شدن و پرونده دارن و افراد به نام میان تو حوزه مفاسد اقتصادی. حالا خودش خیلی بروز نمیده ریز جزئیات ارتباط، ولی خب ما از اطرافیانش و متهمایی دیگه وقتی بازجویی میگیم، یا آقا شما خیلی از اینها برای اینه که ورود بکنن به یک دستگاهی برای که کارش رو پیش برن، این افراد دیگه‌ای که پرونده‌های مفاسد اقتصادی داشتن، یا نفوذ بکنن در یک شخصیتی، از کی استفاده می‌کردن؟ میرفتن سراغ آقای باقری درمنی، چون میگفتن کلید ورود به اونها و نفوذ در اون بعضی از شخصیت‌ها برای اینکه کار رو پیش ببرن آقای کی بود؟ باقری درمنی بود. این حرف خودشون بوده. افکار عمومی از رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها اخبار دادگاه مفسد بزرگ اقتصادی را دنبال می‌کنند. باور صدور حکم جدی درباره متهم برای برخی دشوار است. برخی انتظارات برآورده نشده، بعضی فضاسازی‌ها، فشارهای پنهان و آشکار لابی قدرتمند درمنی و شایعه‌های رسانه‌های خارجی در تقویت این باور سهیم هستند. دادگاه ختم جلسه را اعلام می‌کنه. انشاءالله در مهلت مقرر قانونی حکم دادگاه در مورد متهم ردیف اول صادر خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سرانجام روز اعلام حکم فرا میرسد. صدور حکم اشد مجازات سایه طنابدار را بر سر درمنی می‌افکند. حکم با اعتراض او و وکلایش مواجه می‌شود و برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور می‌رود. چندین قاضی بلندپایه چندین جلسه به بررسی ادله صدور حکم اعدام می‌پردازند. سرانجام فساد شبکه این مجرم اقتصادی و اخلال و ضربه‌ای که در روند اقتصاد کشور وارد کرده باعث تأیید حکم می‌شود. آقای حمید باقری درمنی فرزند محمد که ایشون هم به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شده و در دیوان عالی کشور هم ابرام شده. بله ابرام تایید شد. حالا همه چیز برای تحقق عدالت درباره مجرمی که سالهای سال با ایجاد شرکت‌های سوری، شبکه‌سازی، نفوذ و فساد گسترده اقتصادی صدها میلیارد ثروت نامشروع اندوخته آماده شده است. فساد اقتصادی البته اژدهای 7 سری است که به این زودی از پای در نمی‌آید، اما مطالبه و حمایت مردم، نظارت دقیق مراکز نظارتی در دستگاه‌های مختلف، بستن گلوگاه‌ها و منافذ فساد، مقابله با شبکه‌های نفوذ، ادامه تصمیم و عزم دستگاه قضا و البته همکاری دیگر قوا می‌تواند این مسیر دشوار را تا سرانجامی قابل قبول به پیش ببرد. این کارها به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های بسیار سنگینی داره. در اونجا دیده شده که اگر این کار مصداق افساد فی‌الارض باشه اعدام و اگر غیر از این باشه تا 20 سال حبس و تمام اموادی که از این باب بیاد مصادره میشه.
ما در اجرای این قانون هیچ تردید نخواهیم کرد.